اگه دوست داری لاک این عروسک بافتنی تا اصولی و ترتمیز گلدوزی کنی، تا انتهای ویدیو با من همراه باش. سلام رفقای قلبابی، امروز اومدم با آموزش پارت 2 این عروسک بافتنی لاکی. در پارت 1 آموزش رج به رج بافت سر، لاک و زیر لاک یاد دادم. همچنین یه نکته بسیار مهم واسه پنهان کردن نخ این قسمت‌ها گفتم لینک آموزش پارت 1 رو بالای صفحه سمت راست میذارم، اگه ندیدید حتما ببینید. خب بریم سراغ آموزش پارت 2. خب دوستان، واسه گلدوزی روی لاک پشتمون من از نخ رنگ سفید استفاده میکنم که داخل فیلم بهتر مشخص باشه، اما شما از نخ قهوه‌ای استفاده کنید. اگه لاکتون رنگ قهوه‌ای روشنه، نخ گلدوزیش تیره استفاده کنید، یا اگه لاکتون رنگ تیره است، نخ گلدوزیتون روشن استفاده کنید. از نخ کانوا میتونید استفاده کنید، فقط اینکه اگه نخ کانوا استفاده میکنید یگلا استفاده کنید. ببینید یگلا باشه. و اگه نخ عمامه و گلدوزی واسه گلدوزیش استفاده میکنید، ببینید دولا باید باشه. که من از نخ کانوا استفاده میکنم و یگلا. ببینید به این شکل لاکا توی دستمون میگیریم. این نخه که واسه دوخت لاک به سر گذاشته بودیم روبروی صورتمون باشه. از بالای لاک جایی که حلقه جادویی زده بودیم و بافت شروع کردیم میشماریم. دقت کنید خود حلقه هم میشماریم. 1 2 3 4 5 6 رج میایم پایین، با یه سنجاق نشانه میذاریم. اینجا ببینید سوزنمون را از زیر بدن، ببینید ما بین یکی از بافتا سوزنمون رو داخل میکنیم و جایی که سنجاق نشانه گذار گذاشتیم سوزنمون رو بیرون میگیریم. نخی هم که واسه گلدوزی لاک میگیرید بلند بگیرید که وسط کار کم نیاد. ببینید این نخ هم حدوداً 10 سانتی اینجا باشه. پایه‌ای که سنجاق نشانه گذار بود سوزنمون رو بیرون آوردیم. ببینید از جایی که سوزن رو بیرون آوردیم میشماریم. دقت کنید خود همون پایه هم میشماریم. 1 2 3 تا پایه میگیریم و سوزنمون رو داخل میکنیم. ببینید اینجا سوزنمون رو داخل میکنیم، توی پایه بعد توی همون رج ببینید سوزنمون رو بیرون میاریم و یک کوک میزنیم. ببینید مجددا از همون پایه‌ای که سوزن رو بیرون آوردیم میشماریم. 1 2 3. ببینید سوزنمون رو داخل میکنیم، توی پایه بعدش توی همون رج سوزنمون رو بیرون میاریم. ببینید دوستان از رو ببینید 2 تا پایه ما بین کوکمون داریم. از رو از داخل ببینید یه پایه ما بین کوک داخلیمون داریم. ببینید این کوک داخل لاکه، این کوک روی لاک 2 پایه ما بینش داریم. به همین ترتیب دور تا دور بالای لاکا کوک میزنیم و گلدوزی میکنیم. دوستان اینجا یه نکته بهتون بگم، جایی که میخوایم اول گلدوزی رو شروع کنیم ببینید دقیقاً اینجاییه که نخ به دوخت سر به لاک گذاشتیم. اینجا باید دقیقاً ببینید از همینجا گفتم نشانه گذار بذارید و شروع کنید گلدوزی ها. و اینجا ببینید پایان کاره. ببینید اینجا سوزن رو داخل میکنیم. اینجا که از حلقه جلویی بافته بودیم ببینید از همونجا میشماریم. 1 2 تا میریم بالا و سوزنی که از بالا ببینید داخل کرده بودیم از اینجا بیرون میاریم. سوزنمون از بالا وارد میکنیم، از جایی که مشخص کردیم بیرون میاریم. اینجا هم به همین ترتیبی که بالا گلدوزی کردیم پایینم گلدوزی میکنیم. ما بین کوکامون 2 تا فاصله داشته باشه. از رو از داخلم یه دونه پایه باید فاصله داشته باشه. پایینم دقیقاً عین بالا کوکا را میزنیم و گلدوزی میکنیم. ما بین این کوکمون 2 تا پایه داریم. ما بین کوک داخلی ببینید یه پایه داریم. به همین ترتیب دور تا دور قسمت لاک پایینم گلدوزی میکنیم. خب ببینید دوستان دور تا دور قسمت پایین لاکم گلدوزی کردم. اینجا ببینید به جایی رسیدیم که اینجا این نخه که واسه دوخت لاک به سر بودا با اون قسمت رسیدیم. ببینید اینجایی که اولین کوکمونو قسمت پایین زدیم ببینید اینجا سوزنمونو بیرون میاریم. پس این آخرین کوک
قسمت پایین سوزنمون رو داخل میکنیم و جایی که اولین کوکا زدیم ببینید سمت راستش سوزنمون رو بیرون میاریم. ببینید اینجا سمت راسته، این سمت چپه. سمت راست اولین کوک قسمت پایین سوزنمون رو بیرون آوردیم. اینجا هم باید دور تا دور لاکا یه چند تا کوک عمودی بزنیم. ببینید به این شکلی. خب اینجا سوزنمون رو بیرون آوردیم و قسمت بالا سمت راست سوزنمون رو داخل میکنیم. این اولین کوک قسمت بالاست، این دومی کوکه، این سمت راست کوکه، این سمت چپه. اینجا سمت چپ دومی کوک قسمت بالا سوزنمون رو بیرون میاریم. پس اینجا سوزنمون رو داخل کردیم، اینجا سوزنمون رو بیرون میاریم. بعد ببینید قسمت پایین سومین کوک سمت راست سوزنمون رو داخل میکنیم. این اولین کوک قسمت پایینه، دومی و سومی. این سمت راست کوکه، این سمت چپه. پس قسمت راست سومین کوک پایینی سوزنمون رو داخل میکنیم. و بالا توی چهارمین کوک سمت راستش ببینید سوزنمون رو بیرون میاریم. دوستان باید این ویدیو چند بار ببینید و بعد شروع به گلدوزی لاک پشتی رو کنید. ببینید این اولین کوک بالا، دومی، سومی و اینجا چهارمی. ببینید چهارمی سمت راست سوزنمون رو بیرون آوردیم. و بعد ببینید 1 2 3 چهارمین کوک قسمت پایین سمت چپ سوزنمون رو داخل میکنیم. و بعد بالا 1 2 3 4 5 پنجمین کوک سمت چپش سوزنمون رو بیرون میاریم. خب اینجا سوزنمون رو سمت چپ کوک بالایش بیرون آوردیم و پایین 1 2 3 4 5 6 ششمین کوک پایین سمت چپ سوزنمون رو داخل میکنیم. و بعد 1 2 3 4 5 6 7 هفتمین کوک بالا سمت راست سوزنمون رو بیرون میاریم. خب ببینید اینجا هفتمین کوک سمت بالا سمت راست سوزنمون رو بیرون آوردیم و هشتمین کوک پایین سمت راست سوزنمون رو داخل میکنیم. دوستان دقت کنید حتما این کوکا رو مثل اینکه من میشمارم ببینید برمیگردم کوکا رو از اول میشمارم، شما هم بشمارید که گلدوزی تر تمیزی داشته باشید. خب و بعد توی هشتمین کوک سمت پایین سمت راستش سوزنمون رو داخل میکنیم اینجا و از بالا ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 هشتمین کوک سمت بالا سمت چپش سوزنمون رو بیرون میاریم. قسمت بالا هشتمین کوک سمت چپ سوزنمون رو بیرون آوردیم. پایین ببینید برمیگردیم میشماریم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دهمین کوک قسمت پایین سمت راست سوزن را داخل میکنیم و بالا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و دهمین کوک قسمت بالا سمت راستش سوزنمون رو بیرون میاریم و پایین 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و توی 11مین کوکای پایینی قسمت چپ سوزن را داخل میکنیم و اینجا ببینید جایی که شروع گلدوزی ها را قسمت زیر بدن کرده بودیم و اینجا نخا حدودا 10 سانتی گذاشته بودیم، اینجا سوزنمون رو توی همون پایه بیرونش میاریم و بعد این دوتا نخای سفیده ببینید یک کوچولو میکشیم، دوتا گره میزنیم، کوتاهش میکنیم و داخل بدن پنهانش میکنیم. ببینید این نخم پنهان کردم و اینم از گلدوزی لاک پشتمون. دوستان بازم میگم حتما این ویدیو را چند بار نگاه کنید، حتما دونه دونه این کوکایی هم که من برمیگشتم و میشمردم شما برگردید بشمارید با دقت. یه گلدوزی خوشگل واسه لاکیتون انجام بدید.